جشن مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم بین عبادت و بدعت. الحمدلله که ما را با نعمت بزرگش توحید است راهنمایی کرد و الحمدلله که ما را پیروی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داد و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم برای ما نمونه کامل و رحمت فرستانیده شد. او رسالت را به کمال رساند، امانت را به نیکوترین حال ادا کرد و امت را نصیحت نمود. در اینجا در مسئله جشن مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم و تعلیماتی که بعد از قرنها پدید آمد برای شناخت حقیقت، اولا آیا جشن مولود اطاعت است یا معصیت؟ اگر معصیت باشد، معصیت را نباید اجرا کرد. معصیت را اجرا نمیکنی بلکه از او فرار میکنی و دور میشی، چون که حرام است. پس اجازت نیست که جشن گرفته شود. اما اگر اطاعت باشد، در اینجا سوال به میان می آید: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم این اطاعت را خبر داشت یا نه؟ چون عبادت تنها با آن سبب می شود که الله سبحانه و تعالی آن را مشروع، یعنی شریعت گردانده باشد. هر عملی که از جانب الله سبحانه و تعالی و رسولش مشروع نشده است نمی تواند عبادت باشد و اطاعت هم در آن لازم نمی گردد و اطاعت حسابیده نمی شود. پس آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم از این اطاعت خبر داشت یا نه؟ از این عبادت و اطاعت خبر داشت یا نه؟ اگر بگویند که خبر داشت، در اینجا اتهام و تهمت در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم بر جهالت، بر جاهلی قرار میگیرد، چون این کفر است. زیرا الله سبحانه و تعالی میفرماید: و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و او از روی هوا و حواس خود سخن نمیگوید. این هو الا وحی یوحى، به درستی که آنچه که میگوید یک وحی الهی است که بر اون نازل میگردد. اما اگر بگوید که خبر داشت، پس سوال پیش می آید: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از این عبادت، از این اطاعت خبر داد یا نه؟ اگر بگوید خبر نداد، پس اینم اتهام دیگری در شأن پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد در رساله‌ای که به درستی که آن را رسانید و کامل کرد میگردد. با پیامبر اتهام می شود که رساله را ناکامل رسانیده است، در حالی که الله میفرماید: یا ایها الرسول، ای رسول، بلغ ما انزل الیک، برسان آنچه را که از جانب پروردگار بر تو نازل شده است. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تو این رو انجام ندهی، این رساله رو نرسانی، به درستی که رسالت او سبحانه و تعالی را نرسانیده ای. اهل سنت و الجماعت بر این اتفاق نظرند که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم رسالت را به پررگی رسانید و چیزی از دین را کو پنهان نکرده. اما اگر بگوید که خبر داد، بله از این خبر داد، پس در این حال است که دلیل طلب کرده می شود، چون الله می فرماید که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بگو بر اینها دلیل خود را بیاورید اگر راستگو هستید. اما برای جشن مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ دلیلی از قرآن و سنت وجود ندارد. نه پیامبر ما توصیه دادند، نه صحابه آن را انجام دادند و نه تابعین، نه اصحاب آنها تبع تابعین، نه امامان مشهور مذهب ها، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل آن را انجام ندادند. پس چیزی که در زمان آنها دین نبود چرا امروز دین شده میتواند؟ سوال اینجاست که آیا ما از آنها داناتر هستیم؟ آیا ما از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم دا پیامبر بیشتر دوست می‌داریم؟ بارک الله فیکم. پس جشن مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت است یا معصیت؟ اگر معصیت باشد گناه است و انجام آن جایز نیست. اگر اطاعت باشد پس باید ادامه دهیم و سوال بعدی را بررسی کنیم: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم که این که اطاعت از خبر داده است خبر داشت یا خبر نداشت صلی الله علیه و سلم؟ اگر بگوید خبر نداشت، این اتهام با پیامبر صلی الله علیه و سلم بر جاهلی می شود که این کفر و شرک و ضلالت است. اگر بگوید خبر داشت، پس باید آماده باشد بر جواب سوال بعدی: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از این اطاعت خبر داد یا نه؟ اگر خبر داشت. اگر بگوید خبر نداد، پس اینم اتهام دیگری بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بر رسالت او، ناکامی بودن رسالت او میزند. اگر بگوید خبر داد، پس بیار دلیلت رو. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، پس دلیلت رو بیار اگر شما راستگو باشید. واقعا از این رو میگویم که جشن مولود پیامبر در شریعت اساس ندارد و آن بدعت است.
و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این هشدار دادن، گفتن هر بدعت گمراهی است و هر گمراهی در آتش است، چون که روایت نسائی و دیگران است. بدعت ها ای انسان، بدعت ها دین تو را زیبا نمیکند، بلکه آن را از اصل و اساسش ریشه کن کرده، تحریف کرده، تغییر میدهد، باطل میسازد. و اسلام با سنت پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل است و هر کی از آنچه که الله سبحانه و تعالی بیان کرده است یا که رسول الله صلی الله علیه و سلم مشروع قرار داده است چیز زم کند، علاوه کند، گویا دین را ناکامل شمرده است، همین است که اضافه کرده است. بارک الله فیکم. پس چرا آن بدعت است؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم که روایت بخاری و مسلم است فرمودند: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هر کی چیزی را که در دین ما پدید آورد که از دین نیست، آن رد شده است، مردود است، پذیرفته نمیشود. و در دیگر روایت که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که هر عمل را انجام بدهد که او را ما نگفتیم، نکردیم، شریعت قرار ندادیم، پس مردود است، پذیرفته نمیشود. و در دیگر حدیث گفتن که کل بدعت ضلاله، هر بدعت کل از لفظهای عموم است، تمام نوعهای بدعت ضلالت است و هر ضلالت گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. پس این جشن که میگید این از کجا پیدا کردید؟ پس جشن مولد بدعت است که بعد از قرنها پیدا شد و باعث گمراهی و دور شدن مردم از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله گشتند. پس اسلام از ما چی میخواهد، چی طلب میکند؟ به جای این اختراعها و این بدعت و نوآوری‌ها کردن، جشنواره‌ها و دیگر که بر اساس شریعت نیست، ما باید به پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر صلوات و درود بفرستیم، بر سنت او پیروی کنیم، از سنت او پیروی نماییم صلی الله علیه و سلم. عقاید خود را از کفر و شرک، بدعت، ضلالت ها هر سال پاکیزه نماییم، اخلاق خود را اخلاق پیامبر قرار بدهیم، موافق راهنماییش قدم بزنیم و از نهیهایش دوری بجوییم و او را همیشه دوست بداریم، با قلب و با زبان و با جوارح او را عظیم بشماریم. پس جشن مولد پیامبر صلی الله علیه و سلم نه در قرآن بوده است، نه در سنت بوده است، نه از اقوال صحابه و عملکرد آنها بوده است، نه از اقوال ائمه اربعه بوده است. پس آن عبادت نیست، بلکه بدعت است و هر بدعت پیامبر راه گمراهی است و بیگانگی است و بیگانه پرستی است. بدون که صحابگان کرام از مود افضل، نیکو، دانا و با عقل، با فراست و هوشمند بودند. فهم آنها از فهم ما بهتر و نیکوتر بود. دوستداری آنها نسبت پیامبر از ما بیشتر بود. پس آنها این کار را نکردند. تو کجا می روی؟ تو چرا انجام میدی؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع و پیروی داشته باشید و بدعتکاری را ترک نمایید، بدعتکاری نکنید. فقط کفیتم، بدرستی بسنده از شما این کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و عمر ابن عبدالعزیز خلیفه راشد میفرماید که یک کلام خیلی منفعت بخش دارد: قف حیث وقف القوم، بیست، توقف نما در آنجایی که قوم صحابگان کرام و پیامبر الله با صحابگان کرام تعلیم داد که بیستند. فانهم عن علم وقفوا، بدرستی که آنها با علم ایستادگی کردن. این عملهای بدعت ها و نوآوری‌هایی که امروز بی‌نهایت بر کثرت زیاد شده است، آنها با علم ایستادگی کردن، اینها را انجام ندادن. پس ای مردم کجا می رویم؟ ما امر شده ایم که بسندگی نماییم با آثار پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان او رضی الله عنهم و اقتدا کنیم به آنها و برحذر کنیم ما از بدعت ها و نوآوری ها. و بر ما خبر داده شد که ضلالت و گمراهی ها و بدعت ها پیدا می شوند، چگونه که فرمود علیکم بسنتی، بر سنت من چنگ بزنید، بر سنت من چنگ بزنید و سنت خلفای راشدین چنگ بزنید بعد من، عضوا علیها بالنواجذ، با دندانهای کرسی خود بدارید. و ایاکم محدثات الامور، از بدعت و نوآوری ها پرهیزگاری کنید. فإن كل محدثة بدعة، بدرستی که هر نوآوری بدعت است و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت گمراهی است. پیامبر تأکید می نماید. این حدیث روایت ابی داود و ترمذی و احمد است، حدیث حسن صحیح است، البانی صحیحش گفتند. بارک الله فیکم. پس سنت این راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم است. آن چیزی از رفتار و گفتار و کردار و تقریراتش بیان کردن و اصحابی هو در عقیده و در عمل. پس اتباع سنت پیامبر این واجب است، با دلیل قول الله سبحانه و تعالی که فرمودن لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، بدرستی که از برای شما رسول الله یک الگوی نمونه است. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، آن کسی که امید رحمت الله و روز قیامت دارد، پس بر این سنت حد پیامبر صلی الله علیه و آله چنگ بزند. علیکم بسنتی، پس چنگ بزنید بر سنت من و سنت خلفای راشدین و مهدیین هدایت یافتگان، با دندانهای کرسی خود باز بدارید.
پس هر چه که در دین پیدا شد برخلاف آن چه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود است. و الله می‌فرماید که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، هر کسی که آزار و اذیت می‌رساند رسول الله صلی الله علیه و سلم را بعد آن که برای وی هدایت بیان شده است و غیر سبیل مؤمنان را پیشه میکند نولیه ما تولی و نصلیه جهنم، پس او را میگذاریم به آن که وی پیروی کرده است و ساعت مصیر و چی بد راهی را اختیار کرده است. و در دیگه حدیث فرمود که و ایاکم و محدثات الامور، بپرهیزید ای مردم از بدعت ها و نوآوری ها، فإن كل محدثة بدعة، بدرست که هر نوآوری بدعت است و کل بدعت ضلاله و هر بدعت گمراهی است. و عبدالله ابن مسعود چیزی بو میفرماید اتبعوا ولا تبتدعوا، پیروی نمایید و بدعت کاری نکنید، فقط کفیتم، بدرستی که شما را بسنده است میفرماید، بسنده است. صحابی جلیل عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چیزی بو میگوید اتبعوا، لازم بگیرید آثار رسول صلی الله علیه و سلم را بدون زیادتی کردن و بدون نقص، ولا تبتدعوا و بدعت کاری نکنید، در دین بدعت نآورید، فقط کفیتم، یکی بسنده شما را سابقان گذشتگان از پیامبر و صحابگان محمد دین را رسانیدن. الله با واسطه پیامبر دین را کامل کرد. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین را برای شما کامل کردم دینتون را. پس دین دیگر باید چیز نیازمندی بر کامل کردن ندارد دیگر. به هوش بیایید. و امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز چیز زیبا میفرمایند و میگویند که قف حیث وقف القوم، بیست که در آنجا که قوم ایستادن، فانهم عن علم وقفوا، بدرست که آنها با علم توقف کردند و خود را با فراست نیکو باز داشتند. واجب بودن ایستادگی کردن در آنجا که قوم پیامبر ایستادن، صحابگان کرام ایستادن، چگونه که در زمان آنها دین عقیده عمل بود، انا همین زمان باید دین عقیده عمل مثل همونها باشد، چون آنها با علم ایستادن. بارک الله فیکم. اما آنچه که بعد صحابه پیدا شد چیزی نیست بجز مخالفت امر الله یا که امر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس ما باید توقف نماییم در آنچه که رسول الله برای ما هدیه کردن، بپذیریم. اما آنچه که بعد صحابگان کرام، بعد پیامبر الله با همراه صحابگان پیدا شد، در این چیز دیده نمیشد مگر مخالفتی بر حد پیامبر صلی الله علیه و سلم. زهد و پرهیزگاری از سنت آنها انسان را به سوی بدعت کشانید. به درستی که چیزی را وصف کردن در دین که شفا نیست، سخن گفتن که بسندگی نیست. به درستی که بعضی مردم در اتباع پیامبر تقصیری کردن، جفا کردن. پس احوال تابعین رو بینگرید، چگونه آنها نیکو از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی میکردند. چگونه امام بزرگوار امام اوزاعی عبدالرحمن ابن عامر چگونه زیبا میگوید علیک بآثار من السلف، لازم بگیر آثار سلف را، صحابگان کرام را. و این رفضک الناس، اگر چند مردم تو را رد کنند، و ایاک و آراء الرجال، پرهیزگاری نما از آرا و افکار مردم. و این زخرفوه، اگرچند او را زینت بدهند، زیبا نمایند. یعنی که در اینجا زیبا میگوید، میفرماید امام اوزاعی که لازم بگید طریق راه و روش صحابه و تابعین را با احسان، چون آثار آنها مبنی است بر کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگرچه مردم تو را ترک نمی‌کنند، اگرچه برای آنها خوش نآید، از آرا و افکار مردم پرهیزگاری نما، برحذر باش، چون از رأی و اندیشه های خود، از فکر اندیشه های خود سخن کردن بدون استناد از کتاب الله یا که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگرچه آن را زیبا جلوه بدهند با زبانهای خود. پس باطل هیچ وقت، اگرچه زینت هم باشد، زیبا هم باشد، باطل هیچ وقت حق نمیشود، باطل باقی میماند. و محمد ابن عبدالرحمن ادرمی با مردی که با یک بدعت سخن میکرد و مردم را به سوی آن دعوت هم میکرد گفت. چی گفت؟ گوش بدهیم. هل علمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر و عثمان و علی؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر و عثمان و علی آن رو میدونستند یا نمیدونستند؟ میدونستند یا نمیدونستند این کاری که تو انجام میدی و به سوی آن دعوت مینمایی؟ چی گفت این مرد؟ قال لم يعلموها، در جواب آن مرد گفت نمیدونستند. فقال فشیء لم يعلمه هؤلاء اعلمته انت؟ ادرمی گفت پس چیزی را که آنها نمیدونستند تو دانستی؟ چیزی که برای آنها وحی میشد، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام عاقل ترین مردم بودن، برای آنها این چیز فراخ نشد، پس تو این رو دانستی؟ قال رجل، سپس مرد در حال گفت فانی اقول، از نظرش باز میگردد، پس این هنگام میگویند قد علموها، مرد گفت بله برای آنها جایز بود، این دانستن آن را. و ادرمی در حال گفت افواسعهم ان لا يتكلم به ولا يدعو الناس الیه، پس چیزی که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلیفه های او
صحابگان او که پس از او بودند وسیع و کافی بود. مگر برای تو این وسیع و کامل کافی نیست؟ آن مرد در این هنگام خاموش ماند و سپس خلیفه‌ای که در آنجا حضور داشت فرمود: لا وسع الله على من لم یسعه ما وسعهم. الله بر کسی فراخی ندهد که بر او فراخ نباشد و آنچه بر آنها فراخ بود، یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام. همین طور هر کسی را که بسنده نیست آنچه که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان و تابعین نیکوکار و امامان بزرگ بر آنها و عالمان استوار در این علم بسنده بود، پس او انسان ناقص العقل و کمبود در عقل و ایمان و دینش است و هیچ وقت الله سبحانه و تعالی او را موفق نگرداند. پس این گفته ها خلاصش معناش این است که مسلمان قناعت نماید با آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام. پس این سخنان خلاصه نیکوش این است که مسلمانان قناعت نمایند با آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام بر آن بودند، قبول کردن، پذیرفتن، بر آن قناعتمند باشد. اگرچه که برای آنها کافی بود، پس برای ما کافی است. اگر کسی از این بیشتر جستجو کند یا چیزی را علاوه کند، این نشانه گمراهی است. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.